سلام بچه های عزیز، بچه های خلاق، همراه های همیشگی نسل بهتر. این برنامه تصمیم دارم براتون یه جوجه رو درست بکنم که داره از توی تخم مرغش بیرون میاد. برای این کار دستیمون به کاغذ رنگی احتیاج داریم، یه رنگ سفید، زرد و یه کوچولو هم نارنج و چسب و ماشین. برای این کار دستی ابتدای دایره رو از کاغذ سفیدمون در میاریم، اون رو تا میزنیم به این صورت، یعنی قطر دایرمون رو تا. حالا میایم از وسط دایره یه شکل هفت‌هشتی به این صورت همونجور که برای کوه میکشید رسم میکنیم و با کمک قیچی اون رو در میاریم. همونجور که فهمیدید این پوست تخم مرغمونه که شکسته شده. صورت اون رو کوتاه و بلند در این از تخم مرغ. حالا میایم سراغ جوجه. برای جوجه‌مون از کاغذ زرد یه دونه شکل تخم مرغ که پایین صاف باشه رو میکشیم و در میایم بالهای جوجه‌مون رو با ماژیک مشکی رسم میکنیم این صورت. حالا دو تا دایره سفید داشتیم که اونها رو برای چشم جوجه‌مون انتخاب کردیم. اونها رو چسب میزنیم و چسب کنیم. این نوک جوجه‌مون مثلث هست، چیز خاصی نداره، از رنگ قرمز یا نارنجی استفاده کنید شما. این صورت پایین چشم‌ها دستون نمیشه. حالا برای سیاهی داخل چشمش هم دو تا دایره با ماژیک میکشیم. یه دونه کاکل کوچولو هم برای قشنگی بیشتر براش رسم میکنیم به این صورت. این هم جوجه ما هست. حالا ما میخوایم این جوجه‌مون رو از داخل تخم مرغ بزنیم بیرون. میایم پشت کارمون رو چسب میزنیم و جوجه رو اینجا قرار میدیم به این صورت. انگار جوجه ما داره از تخم میاد بیرون. این کار دستی وقتی روی زمین قرار بگیره به این صورت حرکت هم میکنه. خب اگر که برنامه ما رو دوست داشتید حتما ما رو لایک کنید تا با کار دستی های بیشتر در خدمتتون باشم. ممنون و سپاسگزارم.